یو واتساپ گایز هم بود. چطوری بچه عزیز؟ خیلی خیلی خوش اومدید به چنل مهدی اسماعیل. اومدیم با یه ویدیو خفن دیگه و این بار چیزی که منتظرش بود بالاخره. آره میچت. Let's go. چند وقت بود ما نبودیم، اومدیم با یه ویدیو خفن بسیار نابی بریم. حتما ویدیو ببین. قبلش لایک، ساب، کامنت فراموش نشه. دوستتون دارم. پر انگیزه و انرژی باشید، مراقب خودتون باشید. فعلا ادیوس. برید لذت. چه سقف زیبایی گرفتی داشت. یا اول فصل خوبی؟ خوبی چاکی. چه صدای زیبایی. به 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 به. کار موزیکه جیگه. یوتیوبری؟ بله ما هم تو کار یوتیوبی. عالی. بخون آجی، بخون. اگه میخونی بخون، بذاریمش کنیم. میذاری؟ آره دیگه، چرا نزن. با افتخار بگم تک کن ما هم به یه فیزی برسیم. چشم حتما. بخون. من چی بخونم واسه؟ رپ بخونه دیگه با این صدا طبیعتا. نه جدی؟ راک میخونم. بخون راک بخون، رپ بخون، هرچی دوست داری بخون، هرچی بهترینشو بخون. اوکی بذار ببینم کنم. چرا نخوند چی یزیدت؟ من منتظر بودم بخونه. نکس زد آجی، رفت پشت پیانو دوتا زد رفت. بابا چه بازی گوشی داره مثل منی باهوشی داره. آره اونا بودن جون مرسی کردم عمو رنگ و عمو قنات. استعدادشو داری؟ استعدادشو داری؟ آره کلا. اسمش چیه؟ اسمش چیه؟ مهدی مهدیس؟ مهدی مهدی. مهدی. براینده عمو مهدی هم اضافه شد. قربانت. نوکرتم. اومدی مراقب خودت باش. مرسی چشم. منم سابسکرایب کن. چشم حتما. دوست دارم. خداحافظ. بدمش بریم ویدیو خودت ببین. خداحافظ. برو بعدم ویدیو خودت ببین. خب الان میخوای کجا بفرستی؟ یوتیوب دیگه اینجا میفرستم تو بعدم برو ببین. آها حله. یه لایک به دوربینشون بده. دوستت دارم. قربان. مراقبت. خدا. سلام. خوبی؟ فداش نوکرت. اصلا من با ریشو دیدم باید خوب باشم دیگه. من غلط کنم خوب نباشم. نه داداش خواهش میکنم. ببین بدخواه داشتی بگو به من. مثلا تو میزنیشون؟ نه من هیچی. من اون پشت مشت وای میستم فریاد میکشم، فقط داد میزنم. کاری دیگه نمیتونم کنم. بچه کجایی؟ من هر جا شما هم بفهمه. بچه کجایی که من که نمیتونم بگم تو بچه کجایی. من تهرانم حقیقتا. کجاش؟ ای بابا شما تهران در اومدی؟ آره من تهران پارسم. تهران پارس. چه صندلی قشنگی داری. نوکرتم. بذار پستش کنم واسط. پستش کن. آدرس بفرست. از این تیشرت داری؟ از این تیشرت شماره دارم داری؟ شماره دار نیستیم. دیگه 45 دیگه شماره داشت. چی؟ رژ لب زدی؟ بابا رژ لب چیه؟ رژ لب کجا بود مشتی؟ ماشاءالله عجب خوشگلی خودش. نکن این کارا رو بابا. من میدونی چند سالمه؟ چند سالته؟ من 30 سالمه مشتی. ماشاءالله. ولی بزنم به تخته خوب موندی و روپا و بچه خوشگل. مگه شما زیر پا موندی مشتی؟ شما روپایی دیگه. آره نه من زیر پا موندم. من نوکرتم. تو زن نگرفتی؟ من نه. چرا زن نگرفتی؟ چند سالته؟ گرفتم طلاق دادم. طلاق دادی؟ سلا دونستی. خوب نبود حتما. نه بدم. بابا عشق. اصلا مهریه دادی؟ چی؟ مهریه دادم آره. همونه دیگه. الان مهریه دادی اصلا مسئول نداری. الان میخواد سر ما خالی کنی. نه اصلا. تیوا رو گرفت باش یا نگرفت؟ حتما گرفته، خبر ندارم. چند تا بود؟ 110 تا. یا پیغمبر 110 تا. سکه اون موقع چقدر بود دادی رفت؟ همین 3 ماه پیش. سردت نداری. ایشالله تو بعدی ها جبران میکنی. ایشالله. نوکرتم. خود چند سال گفتی؟ چند میخوره؟ بهت میخوره 32 سالت باشه. من 67 ام. 67 چند میشه؟ 37 ام دیگه. آره 37 داره دیگه. 37 اینا میخوره. ولی این ریشا رو بزنی پسر خوبی میشی تو هم. آره
میترسم بزنم. چرا؟ نه بابا نترس، تو پسر خوبی هستی بابا، بهت میخوره اتفاقا. پسر خوب، بچه آقای پارچه آقای شما، نفرمایید اصلا صحبتو نکنید. آره نه بانمکی. من کوچیکه، من یوتیوبرم، به خاطر همینه بانمکم. آره آره فدات شم، نوکرتم. فقط مشکل نداره که من ویدیو تو بذارم. نه راحت باش. نوکرتم، یه لایک نشون میدی فدات شم. قربونت. دوست لایک. دارم، دوست دارم. بوس بهت، مراقبت. خداحافظ. باجی یارو خیلی خطرناک بود. سلام. سلام چطوری؟ خوبی؟ آقا یه سوال به من چند میخوره؟ با الان بهت میخوره 14 15 سالت بشه. 14 15 سالت باشه. چرا سال میگی 14 15 سال؟ حالا کار ندارم که الان از شال پوشیدم مثلا سن حالا یه جوری شدم، ولی بله. بیادبی واقعا. چرا؟ من چی درسته شده مگه چیکار کردم؟ درسته چتری زدم ولی بهم نمیاد، ولی نباید همچین کاری با من میکردی. چتری به 99 درصد دخترا نمیاد. خب تو الان باید بگی به تو میاد. چرا؟ وقتی من باید دروغ بگم آخه؟ آره باش. به شما چقدر میاد؟ بزنم دستم. آره مخصوصا با شال خیلی بهم میاد. میشه بیشتر تعریف کنی؟ سیگارم الان باید تعریف کنم تا قشنگ انرژی منفیت بری بیرون. آره من تعریف کن تا من خوب بشم. چه شال خوش رنگی. شال مامانمه، از این تعریف نکن. چه شتری زیبایی. آره از چتریاف تعریف کن که نرم آتیششون بزنم. کی بهت پیشنهاد خب. داشت چتری بزنی؟ چی شد تصمیم گرفتم چتری بزنم؟ پیشنهاد کسی بود؟ والا نمیدونم، توی حملات جوی قرار گرفتم، دیدم این زده اون زده، گفتم منم باید بزنم، ولی خب اسم چتری خودت زدی نه؟ نه خودم نزدم، متاسفانه آرشگره ریده، اگه خودم میزدم خیلی بهتر می‌شد. اصلا حسی کنم آرشگره یه خصومت شخصی باهات داشته. آره خصومت شخصی بدتر بوده به خدا. ببین تو رو دیگه خدا، چه حالا قبل تو من ندیدم ولی الان بعد تو ترجیح میدم قبل تو قبل این ببینم. بوده همچین چیزی بوده. خوب قبلش حالا به چه کلا در هر صورت داغون بوده. به نظر خلاصه اینطوری. بانو اسمتون چیه؟ پانیز. پانیز؟ چند سال بود آخرش نگفتی؟ 18. 18 نمیخوره. بیبی فیس هستین شما نمیخوره. ای بابا. به من چند میخوره؟ 23. 25. اه. تازه تولدم هم رد شد متاسفانه. یه دقیقه از یه دونه کادو خودش داد. من تولدم نزدیکه، اگه دوست داری برام کادو بفرستی. چی بفرستی؟ میگم من تولدم نزدیکه، اگه دوست داری میتونی کادو بفرستی. اصلا بدم میاد تولد کادو. چه معنی میده؟ اصلا کار خوبی نیست. بابا چرا اصلا کادو با هم دیگه بدیم با هم دیگه دوستی کنیم صحبت کنیم تلفن تموم شد. آره ارادت علیکم. خوبی؟ مخلصم، شما چطوری؟ فدات شم قربونت برم. شما خوبی؟ مرسی زیبارو، منم خوبم. اسمت چیه؟ شما زیبارو. شما چشون رنگی نه؟ حاجی ما کوچیکی. من فدات شم، من مخلصم. چه خبر؟ چشمات رنگی میبینه. نه نفهم چشمه این زیبایی اصلا. شما الان وقت ازدواج داره، ما به شوهر کنیم یعنی باید زن بگیر از خود. نه خدا همونه، باید شوهر کنم. درست نه دهنم برید به خدا. نه من خودم دارم میگم دیگه داداش، دیگه این خدا این زن که ما بگیریم زن گرفتن نیست دیگه، شوهر کردن واقعا. بچه کجایی؟ بچه کجا باشم عزیزم؟ بهت میخوره بچه غرب کشور باشی. من بچه قزوینم. نه قزوین غرب دیگه، درسته؟ نمیدونم غرب شرق، فقط بچه قزوینه. غرب و شرقش مهم این جاشو بلدی، فقط قزوین و بلدی، کشون قزوین و بلدی. اوکی همین چشم خودم بس ببینم تو الان باید میخوره زن داشته باشی، اینجا چیکار میکنی؟
یه چیزی بهت بگم الان نگاه کن چشم هیچی چشم دلم هم گرفته تا کجایی بابا اینجا من اومدم 2 دقیقه با بچه‌ها صحبت کنم بگیم بخندیم قبل تو هم یکی دیگه بودم خیلی خطرناک بود مثل خودت. باشه آقا از اون فضاها بیاییم. آره این بعد چیزا خوب فکر کن مشتی. آره داداش یه لیوان آب بخور قشنگ دیگه چه چیزی بهتر از این به چی فکر کنم قربونت برم. آقا من یوتیوبرم مشکل برات پیش نیاد فردا مثلا بگی زنم منم گرفت منو نمیدونم چی شد. من من اسمم مهدی کوچیکه. تو اسمت چیه؟ بزرگ آقا مهدی اهل کجایی؟ من تهران پارس اگه نمیای. اصد تو راه هم لوک بده. منم محمدم لرستانم خودم اصلا بهت نمیخوره محمد باشی، بهت میخوره یه دونه چه میدونم واسه کیوانی امیری. آره دقیقا اینجور چیزایی بهت میخوره. باشه خورم آبادم ولی خورم آباد زندگی نمی کنم. از این زندگی کنی ها؟ نه به خاطر کارم سمت چهارمحالم فعلا. بنازم به سلامتی. ناراض نمیشد اینکه کار ولی یه سوال شما تک فرزنده؟ مایله همونه اسم میکنم چون دیگه تک فرزندان خانواده هر چی بوده به خودتون ریخته خانواده هر چی بوده به خودتون ریخته قشنگ نه حالا هر چی هم بوده نریخته. دلت پره آقا نه؟ آره آخه بقیه رو ببینی چند فرزندن خیلی زندگی بهتری هم. مثلا چی خواستی واسه نگرفتن؟ خیلی چیزا. یه دونشو بگو مثلا سنگینشو بگو. نمونه سنگین. آره مثلا چیزی که آخه هنوز به سنگینا نرسیده. مثلا من دوست داشتم یه گوشی خیلی خوب داشته باشم بعد یا مثلا بتونم مگه چی داری؟ الان شیائومی دارم. وقتشه که آشغال‌ترین گوشی رو دارم. قرعه کشی من شرکت کنی به نظرم. آره یه دونه قرعه کشی. قرعه کشی گوشی. خب گوشی بهتون میدیم چی بهتره؟ قرعه کشی. حتی قرعه کشی شرکت میکنم. بابا اینجا به خدا تبلیغ میکنم دوستان لطفا در قرعه کشی ایشون شرکت کنید. گوشی میده گوشی. قرعه کشی میکنه گوشی بهمون میده. نه آخه یه دونه واسه قبل از تو یه چند تا پسر بودن خیلی خطرناک بودن. روژ لب زدی و نمیدونم آره حرف بودن نه به خدا روژ لب زدن. بعد اهل بنده خدا قضیه الان اصلا کلا هول کردم از اون فرار کردم سپاسگزارم که مقابل شما قرار گرفتم. آره خواهی من تو قرعه کشی تو شرکت میکنم. آبرو ما رو مردی برش در قرعه کشی ببین الان تو فکر کنید این خواستگاه میخواه واسد بیاد خب چه چیزایی داشته باشه قبول میشه تو خواستگاه بله رو بهش میگی شوهر میکنه بیاری حفله بود. میخوام بله بگم. آره فکر کن بله میگی. ببین من از اونجایی که تک دخترم خب میدونم طرف اگه ماشین رو مثلا خونه نداشته باشه بابا مثلا نمیذاره پاشو بذاره داخل خونه ما. یعنی چی؟ یعنی اینقدر بابات پولکیه؟ پولکی نیستش دوست نداره. خب من نه تو ناز و نعمت بزرگ شدم. مادی میشه دیگه. خب تو دوست داری مثلا بچه داشتی بچت بدبخت بشه بره مثلا یه جایی یه زندگی بدی داشته باشه. خب خونه بابام میمونم اونطوری. خب طرف حداقل باید یه دونه پراید داشته باشه یا نه؟ خب حالا بگیم پراید قبول. اوکی. مثلا یه ماشینی داشته باشه مثلا حالا یه حداقل پول اجاره خونه رو داشته باشه. بعد دستش به دهنش مثلا برسه دیگه نره هی باباشینا بگیره. این خیلی مهمه نره کسی بود بگه خودش کار کنه. اوکی. بعد دیگه علاوه اخلاق و رفتار و قیافه بگو. قیافه آقا یه ذره قد من قدم خودم بلنده پس در نتیجه اونم قدش بلند باشه. نمیدونم مثلا با یکی 160 مثلا. آره من یه دونه چیز داشتم. ماشین داشتم بنده خدا تو خور رو دیدی دستش میافتاد نمیشکستن قدش کوتاه بود. آره
بعد دیگه تو آقا میدونی. بعد دیگه چی دوست دارم؟ قدش بلند باشه، مهربون باشه، خیلی غر نزنه، خیلی گیر نده، مثلا این کارو نکن این کارو بکن، چیز معمولی باشه. غلام میخواد. نوکر میخوای شما؟ غلام میخوای؟ نه خب دوست ندارم مثلا بهم بگه مثلا فلان چیزو نخور فلان چیزو نپوش. خب یعنی چی مثلا؟ از شما مثلا گیر بدی بون کجایی با دوستاتی بیا غلط کردی رفتی بیرون ها. با دوستاش میخواد بره با هم میریم. خب عجیبه اولین زنی هستی که میرم مثلا به شوهرش که با هم دیگه بریم بیرون. آره چرا نباید مثلا بریم؟ خب بیشتر خوش میگذره که. نمیدونم خیلی اینجوری شوهرها رو محدود میکنن. مهریه رو بگو. من مهریه رو هیچ نظری ندارم روش، چون من همیشه خودم گفتم نمیخوام اگه ازدواج کنم روزی قرار نیست طلاق بگیرم که بخوام مهریه بالا ببندم. هیچ کس هم نمونده با مهریه شوهر کرد 2000 تا سکه. من خودم واقعا به بابام گفتم ولی دیگه نمیدونم. آباد قبول نمیکنه به نظر من. اونجوری که تو اولش گفتی بستگی به آدمشه. بستگی به آدمش داره. طرف نمیدم. بستگی به آدمش داره. حالا یه سوال فکر کن یه دونه پسر اومده خواستگاری. گیر دادی به خواستگاری. آقا هیچکی نمیاد منو بگیره. یه دقیقه وایسا دارم مثال میزنم. حالا اون که میدونم حالا مثال میزنم. یه دونه پراید داره ولی اخلاق رفتار خوب به قول تو. ولی یکی دیگه میاد بنز داره ولی اخلاق رفتار بد. شکم گنده، کله کچل، من مشکلی با قیافه ندارم. اون شهرهایی که کار داشتی تا حالا شده مثلا بخوای بری خواستگاری یکی نشه مثلا پیش نیاد؟ تو شهرو نه. از شهر خودتون چی نشده تا حالا بخوای بری خواستگاری کسی؟ از شهر خودمون چرا دیگه؟ مگه میشه پیش نیومده باشه؟ نه اینکه بس میبینی یه زمانی هست تو میگی خانواده مخالفن، یه زمانی هست یکی خانواده میگه تو مخالفی، دیگه به همین دلیل به موازا پیش میری و دیگه قبول نشده فعلا. چند سالت بود تو؟ من چند بهم میخوره؟ بهت بخوره 32 سالت باشه، زیاد نمیخوره. خیلی دهنت سرویس. 32 هم. دیدی چقدر آیکیون بالاست انصافا؟ بنازم. آی من میخوره چند سالم باشه؟ شما هم عزیزم 18 نه بابا برو بالا. 18 نه بالاتر از 30 که نیستی قطعا زیر 30 هست. آره 20 یا نمیدونم یا 24 یا 27 و 8 این دور و برای 25م. احسن بنازم بزرگ. اصلا ببین با سیبیلات خیلی حال کردم. دوست دارم بیام یه دونه تاب بهش بدم. خیلی عشق بازه. خرج داره داشتم. اوه تو خیلی زنت همش داری به چیزای منحرفی فکر میکنی باشی. خب دست زدن به سیبیل که علکی نیست. خودمونه برم آبا ببین یه دونه چیز کن، یه قولک بذار کنارت، هر کس هر چیزی داره خرج داره اینجوری پول بندازن توش. هفته گذشته 1 ساعت من اینا رو تابوندم، یه دونه گذاشتن تو یه گروه پا به یه بابا اینا رو از کجامون در آوردیم؟ خدا خیره. من ریش و سیبیل من حاجی انقدر نمیاد، نمیدونم چرا. اصلا خیلی چیز حقی نیست. خدا خیرت بده. اگه قرار بود به همه بیاد همه میشدن محمد. نه ولی به من میومد. فکر کن اینجوری سیبیلو بذارم اینجوری تابش بدم خیلی چیزه. نگاه نه اینو ببین نه خب همین فیسی هم که داری حالا انشالله در میان بقیه‌شون هم. ولی همینجوری من خیلی شوخی کردم، از دستم دلخور نشی دیگه. اینجا اتفاقا لذت بردیم. تاج سر شما به بزرگواری خود ببخش برو اگه شوخی کردی. زندگی دیگه منباب برای مثلا امثال ما که تو پروژه هم هستیم، زندگی منباب طنز میچرخه. میدونی چی بهت میگم؟ یعنی سعی کردیم یکم با بگو و بخند و اینا زندگی باید بخندی راحت شی، فقط اصلا نباید زیاد جدیش گرفت. آقا شما کارت چیه؟ من یوتیوبر. جدی؟ یعنی میخوای ویدیو فان درست میکنم فقط میخندونم ملت تو همین. ویدیو هم رفت توی یه لایک به ما نشون میدی فقط بی زحمت؟ چی نشون بدم؟ لایک اینجوری
همون بیلاخ خودمونه. نوکرتم، دوستت دارم، عشق منی، میبوسم. مراقبت تاپ به این سیبیلت بده جامعه. چش آقا مراقبت کن. عشقی فعلا.